خواستم تشکر بکنم از این فرصتی که فراهم شده برای اینکه من بتوانم با نمایندگانی از مجلس دولتی اتحادیه صحبت بکنم و این بسیار امر مهمی است از چند جانب. یکی این که ما همیشه در تلاش این بودیم که به شهروندان کشورهای مختلف دنیای آزاد علل خصوص در غرب نشون بدیم که چقدر همصدایی علیرغم تفاوت‌های دیدگاه‌های حزبی ایدئولوژیک برای یک جامعه‌ای که امیدوار هست یک روزی همطور که شما اکنون نمایندگان احزاب خودتون هستین در این مجلس، همین رو ما در کشور خودمون در آینده داشته باشیم و این اتصال و دیالوگ و ارتباط چه در این مرحله قبل از اینکه این نظام بره، بله به خصوص برای آماده سازی مراحل بعدی بسیار مفید و حیاتی است برای انتقال ایده هایی که داریم. و در قالب این که من خیلی در خطوط کلانش نگاهی که در حال حاضر داریم با دوستانمون در میون بگذارم، یکی مسئله هستش که به چه شکلی ما میخوایم بر اساس حداقل اصولی که میتونیم سرش توافق بکنیم یک جبهه بسیار وسیع و متکثری از جریانات سیاسی کشور خودمون رو داشته باشیم و این در اصل روش سه نکته اصلی پایه‌گذاری شده. یکیش مسئله دموکراسی است، طبیعتاً دموکراسی سکولار برای آینده کشوری که درش جدایی مذهب از حکومت یک امر بسیار مهم و پیش شرطی است به نظر من برای دموکراسی. یکی مسئله حقوق بشر هست و البته مسئله بسیار مهم و اونم تمامیت ارضی ایران. نکته‌ای که به خصوص برای دوستانمون میتونه مهمتر در این مرحله به خصوص باشه، نگاه ویژه‌ای است که حداقل من دارم نسبت به شرایط داخل کشور و اونم این هستش که بسیاری از جریاناتی که تا کنون به قول معروف در اون بخش اصلاح طلب نظام بودند ولی اکنون دیگر باورمند نیستند به اینکه اصلاحات راه حل هست و به این نتیجه رسیدن که این نظام اصلاح ناپذیر هست، امروز میتوانند در همون دیسکورسی که نیروهای سکولار دموکرات مثل خودمون از اول داشتن به ما ملحق بشن و این میتونه زمینه یک ترانزیشن متعادل سیاسی رو در پس از نظام فراهم بکنه و به نظر من بدون داشتن مشارکت و حضور و توافق این نیروها در درون کشور مسئله ترانزیشن و گذار از این نظام به این سادگی ها نخواهد بود. در صورتی که با داشتن این توافق تمام این زمینه رو میتونیم فراهم بکنیم تا در ماورای نظام بتونیم واقعا یک ثبات هرچه سریعتر سیاسی فراهم بکنیم که در سایه اون ثبات هستش که خواهیم توانست برگردیم به مسئله بازسازی کشورمون از دید اقتصادی و مسائل دیگری که به هر حال اثر مستقیم رو وضعیت کنونی بسیار وخیم اقتصادی کشور میذاره و خیلی مسائل دیگر که از نظر کارشناسی میتونن به وضع حال کشورمون برسن که این نظام متاسفانه با بیکفایتیش نتونسته به این مسئله رسیدگی بکنه. علل خصوص در قسمت آنچه که بر من بسیار مهم هست، مسئله بحران آب در کشورمون و کلا مسائل زیست محیطی و همه اینها در گروی این تغییر نظام هست و از این لحاظ فکر کنم فرصت رو به هیچ عنوانی دیگر نمیتونیم از دست بدیم. نماینده بعدی که صحبت میکنن خانم ایزابلا دمونته از حزب ایتالیا ویوا. Buonasera Sua Altezza, è un piacere incontrarla nuovamente. تشکر میکنم قبل از هر چیز ایشون هم برای فرصت و وقتی که در اختیار ما گذاشتید. میگن که خیلی خوشحال هستم برای اینکه برای بار دوم بعد از اینکه در قصر کاخ مونتچیتوریو که مکان پارلمان ایتالیا هست شما رو همراه بانی یاسمی ملاقات کردن. خیلی خوشحال هستم که برای بار دوم با شما هستند و
میگن که بسیار مهمه که این دیدارها، این صحبت‌ها ادامه دار باشه برای اینکه بتونن هرچه بیشتر با ایده ها و تفکرات شما آشنا بشن، برای اینکه بتونن هرچه بیشتر همراهی بکنن. فرمودن که صحبت‌ها و مطالبی رو که جناب بانیاسکو پیشتر مطرح کردن رو دوباره مطرح نمی‌کنن. دو تا نقطه نظر خودشون رو میگن و دوست دارم پاسخ شما رو بدونن. یکی این که ایشون معتقدن که حضور شما و اکتیویسم شما بسیار مهمه در شرایط فعلی، نه فقط برای ایران، برای تمام خاورمیانه، به خاطر اینکه اتفاقاتی که داره میفته، شرایطی که دیدیم که چقدر راحت تونستن امنیت کشور رو از بین ببرن، این خطر رو بیشتر از همیشه توی غربی اروپا زنگ خطرش رو به صدا در آورده. بنابراین نقش شما بسیار مهمه به عنوان فرد، به عنوان آن چیزی که نمایندگی میکنید. دوم، مسئله دیگه که مطرح کردن نقش چین هست که شما چطور فکر میکنید در مورد این دینامیک جدیدی که دولت چین و رژیم ایران به وجود آوردن و به وسیله این دینامیسم جدید تونستن برخی تعادلات رو در منطقه به هم بزنن. و مسئله دیگه ای که با توجه به اینکه جناب گاتسینی از بروکسل هستن، گفتن که با توجه به اینکه اتحادیه اروپا سیاست خارجی مشخص و محکمی در قبال رژیم ایران نداره، خیلی مهم هست که نیروهای سیاسی ایرانی، همونطور که شما گفتید، چه در خارج و چه از داخل ایران، بتونند احزاب مختلفی که در سطح اروپا هستن رو مثل این جلسه در کنار هم بشونن و اونها رو وادار بکنن که یک سیاست مشخص، یک مسیر مشخص رو در قبال ایران و در قبال رژیم ایران اتخاذ بکنن. بله، خیلی متشکرم. خب طبعا نکاتی که اشاره شد یک ابزار کار هستش برای اینکه ما بتوانیم متقابلا وضعیتی رو فراهم بکنیم که چه در قبال سیاست دولت‌های کشورهای اروپایی نسبت به وضعیت ایران و علل خصوص درک آلترناتیو فراتر از شناسایی و شناخت وضع موجود واقعا لازمش همین ابزاری است که اشاره می‌کنیم. من از جهت خودم همچنان در تلاش این هستم که یک جبهه هماهنگی رو بین نیروهایی که میخوان با هم کار بکنن رو، حالا چه سیاسی چه شخصیت‌های با نفوذ یا متخصص، فراهم بکنیم تا حداقل کسانی که میخوان وارد یک صحبت یا دیالوگ با نیروهای معرف آلترناتیو بشوند بدونن اصلا با کی طرف هستن و اصل صحبت چیه. و این طبیعتا یک چالشی است که در مقابل ما هست، گرچه باید بگم که این تمایل و علاقه‌مندی به اینکه وارد صحبت با اپوزیسیون بشن تازه اخیراً نمایان شده. ما سالهاستش که متاسفانه دیدیم که بیشتر دولت‌ها فقط متمرکز رو خود نظام بودن و نه فراتر، و از این لحاظ خب خیلی وقت از دست دادیم. ولی اکنون که این علاقه‌مندی هست، خب خیلی فرصت‌های جدیدی رو فراهم میکنه. و در پاسخ نسبت به مسئله چین، خب ببینید دو تا بلوک هستن که کلاً مقدار زیادی از ضعفی که این نظام کلاً داشته سوء استفاده کردن. چین خب یه مقداری در واقع از این وضعیت سوء استفاده کرده، چه در ارتباط با یه سری منافع استراتژیکی در خلیج فارس، به خصوص قراردادهای اخیری که با ایران بستن در ارتباط با اون منطقه، و این بیشتر یک ضعف نظام بوده که چنین قراردادهای بسیار یک طرفه و غیر عادلانه‌ای رو فراهم کرده. ولی خب جاپای چین رو از این لحاظ بیشتر باز کرده تو اون منطقه. خب اتکای نظام به روسیه به طور کلی، به خصوص در بخش نظامی و انتظامیش، وضعیتی رو فراهم کرده که امروز می‌بینیم که روسا به سادگی میتونن وادار کنن ایران رو به یه سری همکاری ها، من جمله همین تحویل دادن یه سری پهپادها به روسیه در ارتباط با درگیریشون با اوکراین. و این خب نشون دهنده باز این هستش که این دو بلوک در مقابله، حتی میخوام بگم با غرب، همیشه سعی کردن یک نفوذ منطقه‌ای پیدا بکنن و متاسفانه این وضعیت رو این نظام فراهم کرده که الان در این وضعیت هستیم.
اگه نیاز به توضیحات بیشتری هست به من بگید، ولی کلا پاسخم هست به نکات این بانو. پاسخها کافی بودن فرمودند. بنابراین جناب ماتeo Gazzini, onorevole, prego. Buonasera a tutti, Imperial and Royal Highness, I salute you, good evening. And it's an honor to be here with you, talking with you. I've been paying attention to what had happened to your country, to Persia, in the past few months. The fights for women's rights, to avoid using the hijab. Iran, Persia was having big problems. The regime was having big problems about it. And suddenly, lately, this war in Gaza happened. Do you think that maybe it's Iran that is behind this war against Israel and the war in Gaza? خیلی ممنون برای سوالتون. قبل از هر چیزی، چون اشاره کردید به مسئله حجاب در ایران، به نظر من خیلی مهم هست نه فقط برای قانونگذاران بلکه برای شهروندان کشورتون که این رو کاملا درک بکنن که مسئله حجاب بخش کوچکی است از کل ماجرا. اصل موضوع نیست. ممکنه سمبل یک مقابله باشه، ولی فکر نکنید که مشکل اصلی مردم ایران مسئله حجابه. مسئله آزادی‌های فردی است، مسئله دموکراسی است، مسئله حقوق بشر هست. بهترین کسی که میتونه این امر رو بهتون نشون بده به عنوان یک بانوی محجب خانم فاطمه سپهری هستش که در واقع دستگیر شده هستش و همطور برادرانش. ایشون به عنوان یک شهروند متدین مدافع اصل آزادی سیاسی هستش، من جمله مسئله حجاب. اینو مهمه که خوب درک بکنید که فرض نکنید که ماهایی که در قالب بحث سکولاریسم صحبت میکنیم یک موضع‌گیری در مقابله با مذهب داریم. ما داریم صحبت آزادی مذاهب رو میکنیم و این یه جوری ربط پیدا میکنه به سوال مربوطه به اینکه تا چه حد جمهوری اسلامی مسئولیت یا دخالت داشته در این درگیری اخیر. خب جمهوری اسلامی الان مدت هاستش که یه نیروهای منطقه‌ای رو بسیج کرده برای ادامه این سیاست عدم ثبات که به نفع خودش هست، با تأسیس کردن نیروی بسیار قوی در لبنان به اسم حزب الله و همینطور استفاده از نیروی به اسم حماس در غزه و اینها همش با ایده در واقع درگیری و مقابله با اساس موجودیت یک کشوری به نام اسرائیل هستش. وقتی که دیدن که در ارتباط با پیمان ابراهیم دولت اسرائیل و دولت عربستان سعودی دارن وارد مذاکرات نهایی میشن برای برقراری رابطه کامل دیپلماتیک، بسیار از این موضوع هراسمند هستن و نگران و به همین دلیل فکر میکنم انگیزه این کار رو پیدا کردن که یه جوری این مسئله رو مختل بکنن، صرف نظر از اینکه یه مقدار ضعفی که ملاحظه کردن در ارتباط با دولت کنونی آمریکا، من جمله در جایی که در آخرین تعویض یه سری گروگان مقدار زیادی پول دستشون اومده، از این موقعیت ضعف، از این وضعیت استفاده کردن که باز دوباره این کار رو پیش ببرن. در این مورد فکر کنم فرصت خوبی است که باز یادآور بشن به قانونگذاران کشورهای اروپایی و به خصوص اتحادیه اروپا که گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریست نه تنها لازم هست به مقابله، ولی یک دستگاهی است که پشت سر تمام این جریانات قرار داره. ببینید من در آخرین مصاحبه‌ام به این نکته اشاره کردم که شما سالهاست که دارید با دست و پای اختاپوس می جنگید، ولی چشم این اختاپوس در تهرانه و تا زمانی که این چشم رو از بین نبرید تمام این مکافات رو در منطقه خواهیم داشت و تمام تهدیدهایی که نظام به وجود آورده، چه میخواد تهدید
اتمی باشه، چه میخواد تروریسم و رادیکالیسم مذهبی و انتشارش در دنیا باشه، چه سری عدم ثبات منطقه‌ای و این درگیری ها، اینا همش به نوعی مربوط میشه و ما فقط یک نمونه از این تلاش و انگیزه نظام رو میبینیم. نظامی که اصلا اهمیت به وضعیت مردم کشورش نمیده، چون هیچ کدوم از این پولها صرف مردم ایران که نمیشه. ما نزدیک 60% جمعیت کشورمون در و یا زیر سطح فقر زندگی میکنن. کشوری که دومین منبع گاز جهان رو داره و همچنان میتونه یه مقدار تولیدات نفتی داشته باشه، ولی درآمدش رو خرج مملکت نمیکنه. متاسفانه بیشتر صرف همین کمپین های منطقه‌ای میکنه، من جمله همین درگیری اخیری که دیدیم. و خود سازمان حماس هم رسما تشکر از جمهوری اسلامی برای حمایتش از این کارزارها. Sì, velocemente volevo, beh, innanzitutto volevo سپاسگزاری میکنم قبل از هر چیز برای پاسخ کامل و روشنتون اعلیحضرت و فرمودن که خیلی تمایل دارن که انجمن و به خصوص شما رو دعوت بکنن یا به استراسبورگ یا به بروکسل برای یک دیدار حضوری. خیلی مفتخر خواهم بود اگر این اتفاق بیفته و گفتن که این اطلاعاتی که بهشون دادید در این پاسخ عزمشون رو جذب خواهند کرد برای اینکه از طریق پارلمان اروپا پیگیری بکنند که مشکلات و دلایلی که تا الان سپاه پاسداران توی لیست تروریستی قرار نگرفته چی ها بوده و در آینده سعی میکنن که یک درخواست رسمی رو توی بروکسل توی پارلمان ثبت بکنن در این مورد. Allora, tanto grazie di nuovo l'onorevole. اعلیحضرت میخوان بدونن که قبل از هر چیز به طور کلی ایده شما، نظر شما در مورد جنگی که در جریان هست بین اسرائیل و حماس چیه و به نظر شما رژیم اسلامی تا کجا حاضر هست ریسک بکنه، تا کجا حاضر هست جلو بیاد و این جنگ رو ادامه بده؟ فکر میکنید که مستقیما جلو خواهند اومد و تا کجا حاضرند که این سیاست فعلیشون رو ادامه بدن؟ سوال دیگه‌ای که مطرح میکنن راجع به این روز خشمی هست که امروز چهارشنبه رو روز خشم علیه یهودیان نامیده بودن، فکر میکنم حالا رژیم ایران یا به طور کلی نیروهای اسلامگرا، و میگن که این فقط مسئله ای نیست که ایرانی ها ازش نگران باشن، فلسطینی ها ازش نگران باشن، اسرائیلی ها نگران باشن، بلکه ما در اروپا خیلی داریم احساس خطر میکنیم به این دلیل که این فراخوان هایی که میدن برای ابراز خشم علیه یهودیان، علیه اسرائیلی ها، داره تبدیل به یک طوفان خشم میشه که ممکنه هر شهر یا هر کشور اروپایی رو مستقیما امنیتش رو تهدید بکنه. بنابراین نظر شما راجع به این چی هست و اینکه آیا فکر میکنید که رژیم ایران حاضر هست اونقدر جلو بیاد در سیاست فعلی خودش که وارد یک جنگی بشه مستقیما که ممکنه ابعاد جهانی پیدا بکنه، یعنی ابعادش فراتر از منطقه بره؟ این سیاست خشمی که ازش صحبت کردن، مثالی که زدن این که تونس، کشوری که خب به هر حال به سبب نزدیکی جغرافیایی که با ایتالیا داره، امروز اونجا یک تصمیماتی گرفته شده که شهروندان تونس که نمیتونن شهروندی دوگانه تونس و اسرائیل رو داشته باشن، کسانی که میخوان شهروند اسرائیل بمونن باید تونس رو ترک بکنن و جامعه یهودیان تونس مثل جامعه یهودیان ایران که از قدیمی ترین و کهن‌ترین جامعه یهودی دنیاست و اینها نمیتونن دیگه وارد یکی از قدیمی ترین و کهن‌ترین کنیسه‌های تونس بشن. به طور کلی حالا بعد از پاسخ شما جناب اسپاهی گفتن صحبت میکنن که با توجه به اصلیت مراکشی که دارن تحقیقات و فعالیت‌های بسیاری کردن در مورد جوامع عرب و حقوقی که مبارزه برای حقوق که در کشورهای عرب هست و سوال کلی به طور خلاصه این هستش که فکر میکنید رژیم ایران تا کجا جلو خواهد اومد توی این جنگ؟ البته پیشبینی میزان کار ساده ای نیست، ولی بایستی قبل از همه چیز ماهیت یک حکومت رو فهمید و انگیزه هاش تا محتمل بودن یه سری اقدامات رو بهتر پیش بینی کرد.
برای کسانی که همچنان یادشون میاد و یا تاریخ را دنبال کردن، یکی از فاکتورهایی که احتمال این گونه حرکات بسیار رادیکال رو فراهم میکنه، ضعفی است که در مقابل برخی حکومت‌ها نشون داده میشه. وقتی که چمبرلین سعی میکرد مماشاتی داشته باشه با هیتلر، نتیجه شد جنگ جهانی دوم و هولوکاستی که بر مردم یهود پیش اومد. امروز میشه گفت یه همچین شباهتی، نحوه برخورد بسیار ضعیف در مقابل جمهوری اسلامی انقدر بهشون بالو پر داده که شاید بتونن بر اساس این به همون فکر بیفتن که بار دیگر این کشور یا این قوم رو اصلا حذف بکنن از کره زمین. و متاسفانه اون رادیکالیسم اسلامی که میبینیم اونهاییست که به این مسئله باورمند هستن و ابزار اجرایش هم جمهوری اسلامی تقویت میکنه و فراهم میکنه. پس شما وقتی میتونید مقابله بکنید با این اسکلیشن، من در واژه فارسی شو، یعنی در واقع بالاتر بردن خط یا جبهه ثانوی رو باز کردن، مثلا حزب الله رو از لبنان تحریک کردن و اینجور چیزها، ارتباط مستقیم پیدا میکنه به این ضعف اولیه که در مقابل جمهوری اسلامی اخیراً نشون داده شد. چون لااقل در ارتباط با تاریخ خود نظام جمهوری اسلامی، هر بار غرب به طور کلی محکم در مقابلشون وایستاد، بیشتر دست و پاشون رو جمع کردن و مراعات کردن، ولی هر موقع ضعف در مقابلشون نشون دادید همیشه سعی کردن مسئله رو بیشتر به پیش ببرن. حالا چه میخواد تروریسم باشه، چه میخواد تقلیص نمیدونم هسته‌ای باشه و این گونه مسائل. الان ذهنیتی که در دنیا به وجود اومده آنهایی هستند که متاسفانه مسئله رو در یک دید خشونت میبینن و تحریک میشن توسط نیروهای رادیکال و در مقابلش یک دنیایی است که میخواد یک نظم و آرامش و امنیتی رو فراهم بکنه. وقتی که من به فکر افکار مردم کشور خودم میافتم، میبینم که چقدر فاصله پیدا میکنه با تمام این تبلیغاتی که این گونه نهادهای رادیکال انجام میدن و فلسطینی ها رو به طور مثال اینطور برمیانگیزن، در صورتی که من فکر نمی کنم که بهترین معرف منافع نهایی فلسطینی ها سازمان هایی مثل حماس باشه، در صورتی که اینا خب قبضه کردن. همطوری که ما مدت هاست به دنیا میگیم که جمهوری اسلامی و یا تمام نیروهای معرفش نماینده مردم ایران نیستن. اگه فکر رو بکنید، من فکر کنم که بیشتر مردمان اون منطقه، من جمله اسرائیلیا، من جمله فلسطینیا، من جمله کشورهای عرب و بخصوص کشور خودم، دنبال کشت و کشتار رو از نابودی یکدیگر نیستیم، برعکس دنبال ثبات، دنبال صلح و آرامش هستیم و فقط برخی نیروهای رادیکال هستن که متاسفانه الان جریان رو به دست گرفتن. پس بنابراین بهترین روش مقابله با این خشونت و یا بالا رفتن این مسائل مقابله جدی هست با این گونه نیروها و افکار، چه از دید ابزاری چه از دید تبلیغاتی. خب اسرائیل به نمونه امریکا که در مقابله با 11 سپتامبر و القاعده خب عکس العمل خودش رو نشون داد و وارد درگیری با اون جریان شد، به نوعی داره مقابله میکنه با این مسئله، حداقل حماس. و اینکه جمهوری اسلامی این وسط تا چه حدی میخواد مسئله رو بیشتر پیش ببره و آلودش بشه، نمیتونم بگم الان علائم خاصی هست که این رو میتونه در واقع تثبیت بکنه، ولی امکانش البته که هست، به خاطر که یه کاری رو شروع کردن. اگه واقعا به دنبال این نبودن که به یه نتیجه برسن، این مرحله اول رو هم آغاز نمی کردن، سعی میکنن از راه دیگری تاثیرگذار باشن. پس متاسفم یا میگم احتمالش هست، ولی چقدر در مقابل این پیشتر رفتن جمهوری اسلامی ضعف دنیا نشون بده، احتمالش رو بیشتر میکنه تا کمتر. ولی که بدونن که برایشون بسیار پرهزینه خواهد بود که این مسئله رو بیشتر پیش ببرن، اون موقعی است که امیدوارم که این مسئله بدتر از این چیزی که فعلا هستش، لااقل در ارتباط با اقدام حماس در مقابله با اسرائیل رو شاهدش نباشیم.
intervento di tanto. گفتن که من تقریبا همون زمانی که رژیم خمینی در ایران بنیانگذاری شد حدود 40 سال پیش به ایتالیا اومدم و 40 ساله که در ایتالیا زندگی میکنم. انتظار داشتم یک غرب متفاوتی رو جور دیگه در تصور میکردم، اما امروز هممون 7 اکتبر چشامون رو باز کردیم و در مقابل یک جنایت علیه بشریت بودیم. در مورد ایران گفتن که زنان ایران یک روزنه امیدی هستن برای تغییر در ایران، برای مبارزاتی که 40 ساله دارن انجام میدن و توسط این خواست این مبارزه هستش که در ایران تغییر اتفاق خواهد افتاد. سوالی که مطرح کردن این بود که شما فکر میکنید توافق ابراهیم، پیمان ابراهیم چقدر آزار داد رژیم ایران رو و نیروهای وابسته‌اش رو که حاضر شدن همچین اقدامی رو انجام بدن برای اینکه تمام جوامع عرب، برای اینکه هر روز دنبال میکنن تمام کشورهای عربی الان این احساس رو دارن که همشون گروگان حماس و نیروهای رادیکال شدن. بنابراین خیلی امیدوار بودن که اون اتفاقی که بین مصر و اسرائیل افتاد که داشت با کشورهای دیگه میافتاد، با عربستان، با امارات، و امیدوار بودن با مراکش و دیگر کشورها بیفته. الان همه اون به نظر میرسه که از بین رفته. فکر میکنید که چقدر آزار داد این نیروهای رادیکال رو که حاضر شدن این اقدامات رو انجام بدن؟ من فکر نمی کنم که از بین رفته باشه چیزی، ولی خب قطعا چون رژیم جمهوری اسلامی رو آزار داد خب مقابله کردن و این وضعیت رو به منظور از ریل خارج کردن داستان خب انجام دادن. یک برخورد استراتژیک نظام بود برای به هم زدن این معادله. اگر زمینه این صلح نبود اصلا این به اصطلاح معاهده ابراهیم اصلا پیش نمی اومد. مقصودم این هستش که باز میگم بیشتر ملت ها در اون منطقه خواهان صلح و امنیت هستن، من جمله کشورهایی که در این معادله هستن. از همه بیشتر خود مردم ایران ذی‌نفع هستن که این اتفاق بیفته تا اینکه نیفته. و بارها گفتم ببینید الان برای مقابله با این اقدام نظام جمهوری اسلامی و برای شاید جلوگیری از اینکه بیشتر از این اوج پیدا نکنه، خب امریکا یک هواپیمای بسیار کشتی هواپیمابر خودش رو فرستاده به مدیترانه که مبادا فکر کنم که حالا اگه حزب الله بخواد کاری بکنه لااقل یک چی میگن یک پنجه نشون داده باشم. وقتی که من میدونم خیلی از شما قانونگذاران و دولت مردانتون نگران هستین که آیا این میتونه منجر بشه به یک جنگ منطقه‌ای و آیا نیازمند یک حضور نظامی پیدا خواهد شد. من دارم بهتون این رو باز دوباره روشن میکنم که وقتی که مردم یک کشوری اساساً در مقابله کامل با سیاست‌های دولت خودشون، رژیم خودشون هستن، ملتی هستن که تمام علائم ممکن رو برای دوستی با اسرائیل و یهودیان نشون میدن، وقتی میرن در مقابل قبر کوروش بزرگ و میگن ما چی هستیم، وقتی که شعار این رو میدن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی یک ملتی هستن که بهترین ارتش و همپیمانان دنیای آزاد هستن در مقابل این رژیم. بنابراین بهترین روش مقابله با این نظام نهایتاً تقویت و حمایت از مردمی هستند که برخلاف رژیمشون درست نقطه عکسش دنبال همین صلح و روابط حسنه و دوستانه خواهند بود. این آخرین چیزی است که میتونه جلوگیری بکنه از سمتی که الان متاسفانه داستان پیدا کرده، به شرطی که دنیا این بار حاضر باشه در راستای تغییر نظام در ایران به مردم ایران کمک بکنه و نه سیاستی که الان 30 سال دنبال میکنن و اونم سیاست وضعیت تغییر رفتار نظام که تا به حال سیاست کلی غرب بوده، که اشکال عمده در همین جاست که انتظار میره که چنین نظامی بتونه رفتارش رو عوض بکنه، در صورتی که هرگز نخواهد کرد چون اصلا تو ADNش نیست. بنابراین مشکل نهایی با رفتن این نظام حل میشه و مکانیزم تغییر خود مردم ایران هستن. به جای که ارتش بفرستید در دنیا درگیر بشید،
بیان از ملت حمایت بکنید که خودشون بهتون ثابت خواهند کرد که اولین دنبال کنندگان صلح و روابط هستانه با همسایگانمون هستن.